سلامی پر از مهر و صمیمیت نثاری یکایک شما دوستان و استادان عالی قدر. اینجا تصمیم گرفتم شعری را از استاد زنده‌یاد بازار صابر با نام به خون رنگ است سنگستان افغان که بر اثر ترور دکتر برهان‌الدین ربانی نوشته شده است برای شما قرائت کرده باشم. یکی در دشت بنگستان افغان، یکی در دشت بنگستان افغان، یکی در دشت جنگستان افغان. زمین و آسمان از لاله گلگون بهاری بند رنگستان افغان، بهاری بند رنگستان افغان. به کوهش سنگ بی رنگ ندیدیم به خون رنگ است سنگستان افغان، به خون رنگ است سنگستان افغان. بشر از بیشه بیری شکم نیست به پای چوب لنگستان افغان، به پای چوب لنگستان افغان. بدیدم خشک‌تر از خاده گور، بدیدم خشک‌تر از خاده گور به هر سوی خدنگستان افغان، به هر سوی خدنگستان افغان. خلیلی گفت نوروزم ناید، خلیلی گفت نوروزم ناید، نه آمد در تفنگستان افغان، نه آمد در تفنگستان افغان. نخواهد بود به اقبال از اقبال، نخواهد بود به اقبال از اقبال اگر بیند فرنگستان افغان، اگر بیند فرنگستان افغان. یکی در دشت بنگستان افغان، یکی در دشت جنگستان